مگه میشه از یه برگ این شکلی یه همچین نتیجه‌ای گرفت؟ هرچی آموزش تکثیر سانسوریا تا الان دیدی رو فراموش کن. میخوام یه روش تضمینی برای تکثیر سانسوریا بهتون یاد بدم که نتیجه ببینید و این قلمه پوسیده نشه. شما برای تکثیر این گیاه نیاز به همین قلمه 10 الی 15 سانتی متری دارید. زمانی که برش زدید بذارید 2 روز تو فضای خونه بمونه. بعدش اون رو انتقال بدین به پرلیت. بهترین بستر برای تکثیر گیاهانه. نتیجه 100% میبینید. خیلی راحت. بعد از 2 روز داخل پرلیت قرار میدیم. یه 40 الی 45 روز زمان میدیم بهش. بریم یه زمانی بهش بدیم. بعد از این بازه زمانی میبینیم که گیاهمون تقریبا 5-6 سانت دارای ریشه شده. حالا وقتشه که بهمون پاجوش بده. به این مرحله رسیدی یعنی درست پیش رفتی. فقط یه نکته خیلی مهم، اولین بار و آخرین باریه که میگم چه زمانی برای گیاه آبیاری انجام بدید. اونم فقط برای پرلیت و فقط برای تکثیر سانسوریا. هر 10 الی 12 روز یک بار این پرلیت رو آب بدین. نه زودتر نه دیرتر. تو این بازه زمانی این پرلیت به اندازه خشک میشه و اون آبیاری که انجام میدید به اندازه رطوبتش رو جذب میکنه. حتما هم توی ظرفی بریزید این پرلیت رو که زیرش سوراخ داشته باشه. بریم پاجوشاش رو ببینیم، ولی قبلش یه لایک بزنید. و این هم نتیجه کار. یک قلمه از گیاه سانسوریا رو تبدیل کردیم به 1 2 3 4 تا گیاه جدید و 4 تا پاجوش جدید. حالا وقتشه که انتقالش بدیم به خاک و با کوددهی، کودهای بیورادیکان تو جلبک دریایی کمک کنیم تا زودتر رشد کنه. ببینید چه ریشه های خوشگلی داره. بهتون پیشنهاد میدم که این روش رو حتما امتحان کنید.